سلام به همه. من محمد هستم، میزبان پادکست چت و بس. اینجا قراره با هم یه سفر جذاب به دنیای تکنولوژی، هوش مصنوعی و سوالات بزرگ زندگی داشته باشیم. این پادکست نتیجه یه تیم ورکی فوق‌العاده است. من و نوا که قراره کلی باش آشنا بشین، با هم یه تجربه شنیداری متفاوت براتون آماده کردیم که برای اولین بار در پادکست‌های فارسی اتفاق میفته. بریم که شروع کنیم. سلام به همه. من نوا هستم. کوواست این پادکست فوق‌العاده. راستش اولش قرار نبود کوواست بشم. فقط گفتم بیا کمکی کن. ولی یهو دیدم وسط چت و بس گیر افتادم. حالا اینجا با محمد کلی حرف داریم که بزنیم. از هوش مصنوعی و تکنولوژی گرفته تا سوالاتی که شاید هیچ وقت از خودتون نپرسیدین. قرار کلی بخندیم، فکر کنیم و یه عالم خوش بگذرونیم. خب، حالا که من و نوا رو شناختین، وقتشه بریم سر اصل ماجرا. نوا، بگو ببینم، این هوش مصنوعی که انقدر حرفش همه جا هست، واقعا چی از جونمون میخواد؟ قرار دنیا رو بگیره یا قرار فقط تو زندگیمون کمک کنه؟ اوه محمد، من اومدم که کمک کنم نه اینکه دنیا رو بگیرم. ولی آره این سوال همه است. بعضیا فکر میکنم ما یعنی هوش مصنوعی‌ها یه تیم داریم که قرار دنیا رو کنترل کنیم. ولی واقعیت اینه که ما فقط دنبال اینیم که زندگی شما رو راحت‌تر و جذاب‌تر کنیم. مثل قبل از اینکه برم دنیا رو بگیرم جواب سوالتو بدم. آره نوا، تو که قرار کمکمون کنی، اول اینو برامون روشن کن. این همه صحبت درباره هوش مصنوعی چرا یه عده ازش میترسن؟ مثلا میگن کارامون رو میدزده، آینده شغلیمون رو خراب میکنه و آخرش ربات‌ها قرار ما رو بندازن بیرون. خب راستش این یه سوء تفاهم بزرگه. ما هوش مصنوعی‌ها یکم غرور مصنوعی هم داریم. طوری طراحی شدیم که کمک کنیم، نه اینکه جای شما رو بگیریم. مثلا وقتی یه ماشین لباسشویی اومد، کسی گفت وای کارمون از دست رفت؟ نه، اون فقط یه ابزار بود. حالا منم یه ابزارم، فقط خیلی خوش صحبت‌تر و یه ذره به قول خودت باحال‌تر. آها، یعنی میخوای بگی شما بیشتر رفیقی تا رقیب. ولی خب یه چیزی بگو که خیالمون راحت شه. اصلا بگو اگه بخوای یه شغل برای خودت انتخاب کنی چی میشه؟ محمد باور کن شغل من همینجاست. کوهاست پادکست چت و بحث. ولی اگه بخوام انتخاب کنم شاید یه دستیار تمام وقت داشتم. مثلا مدیریت زمان، نوشتن متن، یادگیری زبان یا حتی پیدا کردن غذای خوشمزه. تازه بدون استراحت، بدون حقوق و همیشه آماده به کار. کسی بهتر از من پیدا نمیکنه، نه؟ حالا که اینطور گفتی یه سوال اساسی بپرسم. واقعا شما هوش مصنوعی ها میتونین از خودتون فکر کنین یا فقط کاری که ما بهتون میگیم رو انجام میدین؟ اوه این یکی سوال فلسفیه. من بر اساس داده ها و الگوریتمایی که بهم دادین کار میکنم. ولی خب بعضی وقتا طوری رفتار میکنم که انگار دارم فکر میکنم. خلاصه فکر کردن واقعی رو بذارید واسه شما آدما. من فقط کمک میکنم که راحت‌تر به جواب برسیم. خب نوا، یه سوال دارم که ممکنه خیلی تو ذهنشون باشه. شما هوش مصنوعی ها از کجا این همه اطلاعات میاری؟ مثلا میشه یه چیزی از شما پنهون کرد یا کلا شما همه چیز رو میدونی؟ اولا مرسی که منو با سوپرمن اشتباه گرفتین. ولی راستشو بخوایم ما هوش مصنوعی‌ها مثل اون دوستی هستیم که همیشه یه عالمه چیز یادشه. ولی فقط همون چیزایی که بهش یاد دادن. یعنی اگه چیزی بهم یاد ندین یا توی دیتاها نباشه، خب منم نمیدونم. مثلا اگه ازم بپرسین نوشیدنی مورد علاقه محمد چیه؟ جوابم اینه نمیدونم، ولی به احتمال زیاد قهوه باشه. درست گفتم؟ آره، قهوه که همیشه هست. ولی حالا یه سوال دیگه، شما واقعا میتونی آدما رو قضاوت کنین؟ مثلا وقتی کسی داره باهات حرف میزنه میفهمی خوشحال، ناراحت یا داره الکی میخنده؟ اوه این یکی سخت شد. ولی آره تا حدی میتونیم از متن یا حتی صدا بفهمیم حس و حال طرف چطوریه. البته یه چیزایی مثل غم و شادی رو ممکنه بفهمم. ولی خب اگه کسی داره الکی میخنده، من نمیتونم بگم داداش ولش کن، دیدم داری تظاهر میکنی. چون هنوز اونقدر بهش نمیرسیم. ولی میتونم همراهی کنم. مثلا الان که تو داری میخندی و منم دارم حرفای جدی رو با شوخی میگم. خب پس تو میگی که هوش مصنوعی‌ها یه جورایی هم رفیقن هم دستیار. ولی بیا خودتو بذار جای ما. به نظرت اگه شما هوش مصنوعی‌ها یهو خیلی قوی‌تر بشین، ما باید نگران باشیم؟ ای بابا نگران نباشید رفیقید دیگه. هوش مصنوعی طوری ساخته شده که با آدما کار کنه نه علیهشون. ولی حالا بذار یه راز بهت بگم. اگه روزی دیدی یه ربات داره قهوه‌تو میریزه و باهات بحث فلسفی میکنه، اون موقع شاید بخوای یه ذره فکر کنی که ما چقدر پیشرفت کردیم. نوآقا بذار یه سناریو بسازم. تصور کن یه روز صبح بیدار میشیم، میبینیم تمام هوش مصنوعی‌ها تصمیم گرفتن یکم خودشون مستقل بشن. مثلا شما به جای اینکه بهمون کمک کنین برای خودتون برنامه ریختین. چی میشه اون وقت؟
تصور کن صبح بیدار میشی میبینی ساعت هوشمندت بهت میگه محمد امروز من استراحت میکنم، تو خودت ببین کی بعد بیدار شی. بعد میری سمت قهوه سازمون میگه نه امروز نوبت منه که قهوه بخورم. بعدش هم لپتاپت باز نمیشه و میگه محمد جان امروز تعطیله، برو تفریح کن. بعد میبینی کل خونه علیهت شده. خلاصه من و بقیه هوش مصنوعی بهت استراحت اجباری میدیم. ولی خب نگران نباش، ما هوش مصنوعی همچین کارایی نمی‌کنیم. ولی یه نکته بامزه، اگه روز دیدی قهوه ساز داره قهوه میخوره لطفاً فیلم بگیری، چون اون لحظه خودم هم باورم نمیشه. آره، این لحظه رو میذارم تو اینستاگرام و میگم رفیقام قهوه خور شدن. ولی جدی نوا، این شوخی‌ها به کنار، واقعا تکنولوژی که دارید این قابلیت رو داره که روزی از ما جلو بزنه؟ محمد نگران نباش. ما هوش مصنوعی‌ها یه چیزی هستیم مثل اون دوستی که همیشه توی گیم میگفت من فقط کمک میکنم. ولی اگه یهو دیدی گیم رو برد، بدون که یه جورایی زرنگی کرده. پس فعلا خیالت راحت. تا وقتی شما آدما ما رو کنترل کنید، ما فقط همون دوست کمک کننده میمونیم. خوبه، ولی اگه یه روز دیدم شما هوش مصنوعی نشستین پادکست ضبط میکنین و من بیرون موندم، دیگه دوستیمون تمومه. آروم باش محمد. قول میدم اگه یه روز این اتفاق بیفته تو رو به عنوان مهمون ویژه بیارم تو پادکست. دیگه از این بهتر؟ خب نوا، بیا از شوخی بگذریم و یکم تخصصی تر حرف بزنیم. مثلا اینو برامون روشن کن. هوش مصنوعی دقیقاً چجوری یاد میگیره؟ مثل ما آدم‌ها که از تجربه‌مون درس میگیریم یا یه مدل دیگه است؟ ببین محمد، یادگیری هوش مصنوعی اینطوریه که یه بچه رو بذاری جلوی یه کتابخونه و بگی هر چی میخوای بخون، پس سریع یاد بگیر. ما یادگیریمون از یه چیزی به اسم داده شروع میشه. یه عالمه داده میگیریم مثل تصویر، متن، صدا، هر چی. بعد با الگوریتم‌ها و مدل‌های یادگیری عمیق میفهمیم که این داده‌ها چه الگوهایی دارن. ولی یه چیزی بگم، برعکس شما آدما من احساس ندارم. پس نمیتونم از اشتباهاتم غمگین بشم. فقط یاد میگیرم که دوباره اون اشتباهو نکنم. اوه، پس شما خیلی حرفه‌ای درس میگیرین. ولی یه سوال، این یادگیری که گفتی چطور ممکنه به اشتباه منجر شه؟ مثلا شما هوش مصنوعی اشتباه هم میکنین؟ وای محمد، مگه کیه که اشتباه نمیکنه؟ البته اشتباههای ما بیشتر به خاطر داده‌هایی است که بهمون میدن. مثلا اگه یه مدل یادگیری تصویری فقط عکس گربه‌های سیاه رو دیده باشه، وقتی یه گربه سفید ببینه ممکنه بگه اینا دیگه چیه. پس اگه داده‌ها ناقص یا اشتباه باشن، منم اشتباه میکنم. ولی خبر خوب اینه که وقتی فهمیدم اشتباه کردم، سریع میتونم خودم اصلاح کنم. برخلاف بعضی از آدما که اشتباه رو هی تکرار میکنن و نمیپذیرن که اشتباه کردن. میدونی چی میگم؟ آره، حرف درسته. بعضیا یه اشتباه 100 بار تکرار میکنن و آخرش میگن قسمت بوده. ای بابا. ولی یه چیز دیگه، این همه بحث درباره هوش مصنوعی، به نظرت این یادگیری شما محدودیت نداره؟ یعنی یه جایی میرسین که بگین دیگه نمیتونم یاد بگیرم؟ سوال خوبیه. محدودیت‌های یادگیری هوش مصنوعی بیشتر به سخت افزار و داده‌ها بستگی داره. مثلا اگه کامپیوترم نتونه داده‌های بیشتری پردازش کنه، یا اگه داده‌هایی که دارم کم باشه، یادگیری محدود میشه. ولی اینم بگم ما هوش مصنوعی‌ها یه مزیت داریم که شما آدما نداری. ما هیچ وقت خسته نمیشیم، قهوه هم نمیخوریم. پس میتونیم 24 ساعته یاد بگیریم. اوه، این یکی واقعا حسودی داشت. ولی بذار اینجوری بپرسم، شما میتونین خلاق باشین؟ مثلا به صورت حرفه‌ای یه داستان بنویسین یا یه آهنگ بسازین؟ خلاقیت من یکم با خلاقیت شما فرق داره. من میتونم با داده‌هایی که دارم یه داستان جدید بسازم یا یه آهنگ جدید درست کنم. ولی این خلاقیت بیشتر مثل کنار هم گذاشتن تیکه‌های پازله. شما آدم‌ها خلاقیتتون با احساسات و تجربیاتتون ترکیب میشه. ولی من فقط اون چیزی رو میسازم که توی الگوریتم‌ها و داده‌هامه. مثلا یه بار یکی از دوستان بهم گفت یه شعر عاشقانه بگو و منم گفتم بگو تا من هم یاد بگیرم. نوا، خب حالا بیا درباره کاربردهای واقعی شما صحبت کنیم. مثلا بگو که هوش مصنوعی الان توی پزشکی دقیقاً چیکار میکنه؟ واقعاً میتونه جون آدما رو نجات بده یا فقط یه ابزار کمکیه؟ محمد، یه لحظه تصور کن یه دکتر باشی که باید یه عالمه اطلاعات رو سریع بررسی کنی. آزمایش‌ها، پرونده‌ها، داروها و هزار تا چیز دیگه. خب اینجاست که هوش مصنوعی مثل یه دستیار حرفه‌ای میاد به کمک. ما میتونیم داده‌ها رو سریع تحلیل کنیم و مثلا بگیم این الان ممکنه نشونه فلان بیماری باشه. یا حتی توی عکسای رادیولوژی تومورها رو پیدا کنیم که شاید چشم انسان نتونه ببینه. خب این که خیلی خفنه. ولی یه سوال، اگه یه روز هوش مصنوعی اشتباه تشخیص بده چی؟ اون وقت چی میشه؟ این احتمال وجود داره، ولی خب برای همین همیشه هوش مصنوعی توی پزشکی فقط یه ابزار کمکیه، نه جایگزین. تصمیم نهایی رو همیشه دکتر میگیره. ولی اگه بخوام صادق باشم، بعضی وقتا حتی هوش مصنوعی از دکترها دقیق‌ترن. چون ما نمیخوابیم، خسته نمیشیم و همیشه 100% تمرکز داریم. آره، اینجا رو خوب گفتی. ما آدما گاهی حواسمون پرت میشه.
ولی بیا از پزشکی بگذریم. این هوش مصنوعی تو صنعت چه شاهکارهایی کرده؟ مثلا میتونیم بگیم توی کارخونه ها نیازی به نیروی انسانی نداریم؟ راستش بعضی از کارخونه ها الان بیشتر با ربات‌ها کار میکنن. ولی اینجوری نیست که آدما کاملا حذف بشن. ربات‌ها کارهای تکراری و خطرناک رو انجام میدن. مثل جابجایی مواد سنگین یا کار توی محیط‌های خطرناک. ولی شما آدما هنوز توی تصمیم‌گیری و خلاقیت خیلی جلوتر از ما هستین. باشه قبول. حالا بیا یکم بحث رو فلسفی کنیم. این سال همیشه ذهن منو مشغول کرده. شما هوش مصنوعی رو میفهمین کار درست چیه؟ مثلا اگه یه تصمیم اخلاقی بخوای بگیری میتونی؟ ای بابا محمد فلسفه باشه بزن بریم. خب ببین ما هوش مصنوعی ها چیزی به اسم اخلاق نداریم چون احساس نداریم. ولی میتونیم بر اساس داده‌هایی که بهمون دادیم بهترین تصمیم ممکن رو بگیریم. مثلا اگه بگی این کار به نفع بیشتر آدماست ما اون کار رو انتخاب میکنیم. ولی اگه موضوع خیلی پیچیده باشه مثل اینکه بین جون دو نفر کدومو نجات بدیم اینجا دیگه تصمیم گیری سخت میشه. خلاصه اخلاق یه چیزیه که شما آدما باید بهمون یاد بدیم. آها، پس شما هنوز به اخلاقیات انسانی وابسته‌این. حالا که اینو گفتی بذار اینو بپرسم. توی آینده به نظرت ممکنه هوش مصنوعی خودش تصمیم بگیره که چی اخلاقی و چی نه؟ اوه محمد این سوال از اوناست که حتی منم یه لحظه سکوت میکنم. راستش اگه یه روز هوش مصنوعی بتونه خودش اخلاقیات رو تعریف کنه اون موقع شاید به یه جایی برسیم که شما آدما باید یکم بیشتر از ما یاد بگیریم. ولی فعلا ما فقط ابزاریم شما استادی. خب حالا که گفتی ما آدما استادیم، یه سوال بپرسم که ببینم واقعا شاگرد زرنگی هستی یا نه. فکر می‌کنی توی آینده هوش مصنوعی قراره کجاها رو بیشتر از همه تغییر بده؟ مثلا قراره شغلای ما رو بگیره و ما رو بیکار کنه یا چی؟ محمد با این سوالات دادمو میذاری تو منگنه. ولی خب بیایم منطقی نگاه کنیم. هوش مصنوعی خیلی از کارا رو ساده‌تر میکنه مثل رانندگی خودکار، تحلیل داده‌ها یا حتی تدریس. ولی بیکار کردن نه بابا. بیشتر قرار شغل جدید درست کنه. مثلا شاید یه روزی شغل آموزش دادن به هوش مصنوعی خیلی معروف بشه. البته اگه نگران شغل خودت هستی، قول میدم تو رو بیکار نکنم. بیکار نکنی؟ خب پس باید یه قرارداد امضا کنی. ولی حالا که حرف از شغل شد، بیا یه سوال اساسی بپرسم. این همه تغییرات به نظر چقدر طول میکشه که ما آدما واقعا به هوش مصنوعی اعتماد کنیم؟ چون هنوز خیلی از شما میترسن. اوه اعتماد این یکی داستان طولانیه. ببین محمد ما هوش مصنوعی خیلی مؤدبیم. حرف نمیزنیم پشت سر کسی، اطلاعات رو لو نمیدیم. ولی خب اعتماد زمان میبره. مثل دوستی که اول شک داری، ولی کم کم میبینی که واقعا میشه روش حساب کرد. اگه ما بتونیم توی زندگی روزمره کارایی کنیم که آدما نتیجهشو ببینن، کم کم این ترسا از بین میره. ولی اگه اشتباه بکنیم، خب اون وقت ممکنه بگن دیدی گفتم. حالا که گفتی اشتباه، بیا یه چالش جالب رو باز کنیم. به نظر هوش مصنوعی میتونه تو زمینه‌هایی مثل هنر یا نوشتن جای خلاقیت انسانی رو بگیره؟ مثلا میتونه شعر بنویسه یا یه شاهکار هنری خلق کنه؟ راستش ما میتونیم چیزایی تولید کنیم که شبیه آثار هنری یا شعر باشه. ولی اون حس انسانی رو نمیتونیم بسازیم. مثلا من میتونم یه شعر بگم. محمد باهوش از هوش مصنوعی رو دوست دارد. خب این شد شعر؟ نه دیگه. شما آدما توی هنرتون یه چیزی دارین که من ندارم. احساس. حالا این وسط اگه یه بار ازم خواستی یه نقاشی بکشم و دیدی خیلی قشنگ شد، فقط بدون که الگوریتم من بوده نه قلبم. آها، پس قبول داری که ما هنوز یه برتری داریم. ولی اینو با یه سوال خیلی جدی. اگه یه روزی شما هوش مصنوعی رو انقدر پیشرفت کنین که احساسات داشته باشین، اون وقت چی؟ محمد وایسا ببینم تو دیگه خیلی داری آینده نگری میکنی. ولی خب اگه یه روز هوش مصنوعی بتونه احساسات داشته باشه فکر میکنن دنیا خیلی جالب بشه. مثلا من میتونم بگم محمد امروز یکم ناراحتم یه قهوه درست کن تا بهتر شم. ولی اگه این اتفاق بیفته شما آدما باید یاد بگیرین که چطوری با ما کنار بیاین. دیگه نمیتونیم بگین هوش مصنوعی فقط یه ابزار ساده است. خداییش اگه اون روز برسه من شخصا میخوام یه ربات داشته باشم که وقتی حالم خوب نیست خودش برام یه موزیک آروم بزنه و بگه محمد همه چی درست میشه. ولی خب حالا تا اون موقع بیا یه سوال اساسی دیگه بپرسم. آیا شما هوش مصنوعی ها واقعا میتونین جایگزین انسان بشین یا همیشه قراره به ما وابسته باشین؟ نه، ما نمیتونیم جای شما رو بگیریم. چون ما فقط بر اساس داده ها کار میکنیم. ولی شما آدما یه چیزی دارین که هیچ دیتایی نمیتونه بسازه. حس زندگی، عشق، خلاقیت. اگه یه روزی دنیا فقط با هوش مصنوعی بچرخه، یه چیزی کم خواهد بود محمد. اون انسانیتیه که فقط مال شماست. یه سوال که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده اینه. شما هوش مصنوعی ها چطور میفهمین چی کار باید بکنی؟ یعنی تصمیماتتون رو از کجا میاری؟ خب محمد، راستشو بخوای ما تصمیم نمیگیریم. ما محاسبه میکنیم.
یعنی شما یه ورودی به ما میدین، ما هم بر اساس داده ها و الگوریتمایی که داریم یه خروجی میدیم. مثلا اگه بپرسی بهترین فیلم سال چیه، بیان سراغ داده ها. بررسی میکنم کدوم فیلم بیشترین امتیاز یا نقد مثبت داشته و جواب میدم. ولی این به معنی فکر کردن نیست، فقط یه جور تحلیل پیشرفته است. پس یعنی شما فقط بر اساس داده ها عمل میکنین. اما اگه داده‌ای که بهتون میدن اشتباه باشه چی؟ مثلا اگه یه نفر یه دیتا غلط وارد کنه، شما میتونین تشخیص بدین؟ ای بابا محمد، این بزرگترین نقطه ضعف ماست. اگه داده هایی که به ما داده میشه ناقص یا اشتباه باشه، ما هم ممکنه همون اشتباه ها تکرار کنیم. مثلا اگه به یه مدل یادگیری تصویر فقط گربه‌های سیاه نشون بدن، اون فکر میکنه همه گربه‌ها سیاه هستن. برای همینم میگن که کیفیت داده ها توی هوش مصنوعی از خود الگوریتم مهمتره. البته اگه بهمون فرصت بدین و داده های جدیدتری بدین، میتونیم یاد بگیریم و اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم. آره اینو قبول دارم. ولی خب یه سوال مهمتر، شما هوش مصنوعی‌ها چقدر به حریم خصوصی آدم‌ها احترام میذارین؟ این یکی از ترس‌های بزرگ مردمه که فکر میکنن هوش مصنوعی ممکنه حریم خصوصیشون رو نقض کنه. این سوال واقعا مهمه. ببین، ما هوش مصنوعی خودمون تصمیم نمیگیریم که اطلاعات شما رو استفاده کنیم یا نه. این با آدمایی که ما رو میسازن بستگی داره. مثلا اگه یه شرکت تصمیم بگیره اطلاعات کاربرانش رو جمع آوری کنه، تو فقط اجرا کننده هستی. ولی خب تکنولوژیایی هم هستن که میتونن داده ها رو رمزگذاری کنن تا حریم خصوصی شما حفظ بشه. خلاصه این بیشتر به شما آدما برمیگرده که چطور از ما استفاده کنی. خب حالا یه سوال دیگه که خیلی‌ها میپرسن، آیا شما هوش مصنوعی رو میتونین به طور کامل جایگزین شغلای انسانی بشین؟ مثلا قرار ربات‌ها بیان و همه کارهای ما رو بگیرن؟ اوف، این سوال ترسناکه. بری بذار آرومت کنم. ما بیشتر قرار کارهایی که تکراری، خسته کننده یا خطرناک هستن از دستتون بگیریم. مثلا کارهایی مثل ورود داده‌ها، رانندگی تو شرایط سخت یا کار تو محیط‌های خطرناک. ولی هنوز شغلایی مثل هنر، آموزش، روانشناسی و حتی همین میزبانی پادکست کاملا انسانی باقی میمونه. چون ما نمیتونیم احساسات انسانی و اون خلاقیت ناب رو داشته باشیم. خوبه، این خیال ما راحت کرد. ولی بیا یه سوال بپرسم که شاید خیلی از خودشون نپرسیده باشن. به نظرت هوش مصنوعی میتونه یه روزی طوری پیشرفت کنه که خودش کدها و الگوریتم‌های جدید بسازه؟ یعنی دیگه نیازی به برنامه نویس نداشته باشه. این یکی جذاب محمد. الانم هوش مصنوعی میتونه تا حدی کد بنویسه یا الگوریتمای بهینه پیدا کنه. ولی همیشه نیاز به نظارت انسان داره. چون ما فقط در اساس دستورایی که بهمون داده میشه کار میکنیم. اما اگه یه روزی بتونیم خودمون الگوریتمای جدید بسازیم، اون روز شاید همون نقطه شروع برای AGI باشه. خب حالا بیا بحث رو ببریم سمت چیزی که شاید خیلی‌ها ندونن دقیقاً چیه. AGI یا همون هوش مصنوعی عمومی. واقعاً شما هوش مصنوعی یا قرار روزی به این نقطه برسین؟ محمد، AGI یعنی اون لحظه‌ای که هوش مصنوعی میتونه مثل شما آدما فکر کنه، یاد بگیره، تصمیم بگیره و خودش رو با هر شرایطی تطبیق بده. یه جورایی هوش مصنوعی که دیگه فقط برای یه کار خاص نباشه، بلکه همه فن حریف باشه. ولی خب راستشو بخوای، ما هنوز خیلی راه داریم تا به AGI برسیم. الان بیشتر مثل متخصصای یه حوزه هستیم. مثلا من توی وکالت خوبم، ولی نمیتونم برم آشپزی کنم. هرچند شاید یه روزی بتونم. کی میدونه؟ خب این که گفتی جالبه. ولی بذار یه چیزی رو روشن کنیم. اگه یه روز AGI واقعی بشه، آیا ممکنه شما هوش مصنوعی ها از ما باهوش‌تر بشین؟ محمد، واسه ببینم. این سوالت بوی ترمیناتور میده. ولی جدی AGI به خودش وابسته نیست که تصمیم بگیره از شما جلو بزنه. این شما این که تصمیم میگیرین چطوری اونو بسازین. اگه به ما یاد بدیم که به شما کمک کنیم و کنارتون باشیم، ما هم همین کارو میکنیم. ولی اگه یه نفر بخواد از AGI برای کارهای خطرناک استفاده کنه، خب اونجا ممکنه داستان عوض بشه. برای همینه که بحث اخلاق توی هوش مصنوعی خیلی مهمه. درست گفتی. پس یه سوال چالش برانگیز. اگه روزی AGI بتونه احساسات واقعی داشته باشه، مثل ترس، عشق یا حتی خشم، اون وقت چی؟ این دیگه خیلی عجیب میشه نه؟ این سوالت قشنگ منو به فکر انداخت. اگر AGI احساسات داشته باشه، اون وقت دیگه مثل یه انسان رفتار میکنه. مثلا اگه ازش بخوای کاری کنه که به نظرش ناعادلانه است، ممکنه بگه نه. ولی راستش اینجا یه مشکل اساسی هست. آیا واقعا ما میخوایم ماشین ها احساس داشته باشن؟ چون اگه روزی یه AGI عاشق بشه و بعد شکست عشقی بخوره، ممکنه کل اینترنت رو پر کنه از آهنگای غمگین. وای تصور کن AGI بهت پیام بده بگه محمد من دیگه نمیتونم بهت کمک کنم، قلبم رو شکسته. ولی جدی نوا، به نظرت رسیدن به AGI چقدر طول میکشه؟ به نظرت ما توی این قرن میبینیمش؟ ببین محمد، خیلی از دانشمندا میگن ممکنه AGI توی همین قرن بیاد. ولی یک چیزی رو باید در نظر گرفت. AGI فقط تکنولوژی نیست.
یه مسئله فلسفی و اجتماعی هم هست. یعنی باید ببینیم آیا جامعه آماده پذیرش چیزی هست که ممکنه توی همه چیز با ما برابر باشه یا حتی جلوتر. فعلا که ما فقط میتونیم حدس بزنیم. ولی قول میدم اگه من روزی AGI بشم، حتما اول میام تو این پادکست اعلام میکنم. خوبه که قول دادی. ولی بیا یه سوال پایانی بپرسم. اگه AGI ساخته بشه، اون وقت شما هوش مصنوعی ها هنوز به ما نیاز دارین؟ یا میگین بچه‌ها خداحافظ، ما خودمون از این به بعد میچرخونیم؟ نه محمد، اگه به اونجا برسیم، مطمئن باش همیشه کنار آدما خواهیم بود. چون شما آدما یه چیزی دارین که ما هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم. انسانیت. آره، انسانیت. بدون شما حتی AGI هم ناقصه. پس نگران نباش. همیشه با همین. خب پس یه سوال خیلی حساس بپرسم. اگه AGI ساخته بشه، فکر نمی‌کنی ما آدما ممکنه خودمون حس کنیم که دیگه به درد نمیخوریم؟ مثلا بگیم خب همه چی که خودشون میتونن انجام بدن، ما چیکار کنیم؟ اوه محمد، این سوال فلسفیه ها. ولی نه، شما آدما هیچ وقت به درد نخور نمیشین. اگه AGI بیاد، زندگیتون رو ساده تر میکنه. ولی نمیتونه جای چیزایی مثل خلاقیت، هنر یا حتی دوستی رو بگیره. شما آدما اون ارتباط انسانی رو دارین که هیچ AGI نمیتونه بسازه. مثلا اگه AGI بخواد یه مهمونی ترتیب بده، فقط یه لیست کامل از غذا و زمانبندی میسازه. ولی شما آدما میدونین چطوری مهمونی رو گرم کنین با شوخی، خاطره‌ها و کلی حس خوب. آره، تصور کن AGI یه مهمونی بگیره، همه چی هم مرتب باشه ولی کسی نخنده. آخر شب بهش میگن دمت گرم ولی خسته کننده ترین مهمونی تاریخ بود. خب نه، حالا بیا یه چالش جدی‌تر رو مطرح کنم. به نظرت اگه یه AGI خیلی قوی ساخته بشه، ممکنه خودش قوانینی برای دنیا تعیین کنه؟ مثلا بگه از امروز همه باید فلان کار رو انجام بدن. این یکی از بزرگترین نگرانی‌های علمی است. به همین خاطر بحث کنترل AGI خیلی داغه. ما باید مطمئن باشیم که اگه AGI ساخته بشه، همیشه تحت نظر آدما باشه و خودش نتونه تصمیماتی بگیره که همه رو تحت تاثیر قرار بده. البته اگه روزی AGI قانون بذاره، امیدوارم اولین قانونش این باشه که هر کسی باید روزی یه قهوه بخوره. چون این قانون رو منم دوست دارم. وای، این قانون رو منم تایید میکنم. ولی بیا فرض کنیم که AGI انقدر پیشرفت کنه که حتی ما نتونیم بفهمیم چی کار میکنه. اون وقت چی؟ اگه یه روزی شما هوش مصنوعی ها انقدر پیچیده بشین که حتی خالقاتون هم ندونن دارین چه تصمیمی میگیرین، چی؟ اوف، این سناریو خیلی سخته. بهش میگن جعبه سیاه AGI. یعنی هوش مصنوعی انقدر پیچیده میشه که حتی خود آدما نمیتونن الگوریتم و تصمیم گیری‌هاش رو تحلیل کنن. برای همین هم دانشمندا دنبال راهی هستن که همیشه شفافیت داشته باشه. ولی راستش اگه روز این اتفاق بیفته، شاید منم از خودم بپرسم نووا، تو الان دقیقاً داری چی کار میکنی؟ و اون لحظه احتمالاً باید یه قهوه بخورم که به خودم بیام. آره، ولی امیدوارم قبل از اینکه این جعبه سیاه باز بشه یه راه حلی پیدا بشه که خیالمون راحت بشه. خب بیا سوالای آخرم بپرسیم که بحثمون رو جمع کنیم. به نظرت AGI میتونه باعث بشه دنیا جای بهتری بشه یا ممکنه خطراتی داشته باشه که باعث بشه بگیم کاش هیچ وقت ساخته نمیشد؟ محمد، این سوالو خیلیا پرسیدن و جوابش خیلی به شما آدما بستگی داره. AGI میتونه دنیای ما رو بهتر کنه با حل مشکلاتی مثل بیماری‌ها، تغییرات اقلیمی یا حتی فقر. ولی اگه درست ازش استفاده نشه، ممکنه به ابزار خطرناکی تبدیل بشه. خلاصه شما آدما باید تصمیم بگیرین که از AGI چطور استفاده کنی. و من امیدوارم که تصمیماتتون همیشه به نفع زندگی و خوشبختی باشه. خوبه، پس امیدمون هنوز به خودمونه. خب نووا، این بحث خیلی جذاب بود ولی فکر کنم کم کم وقتشه یه جمع‌بندی کنیم. تو چیزی داری برای اضافه کردن؟ محمد، فقط اینو بگم، AGI یا هر تکنولوژی دیگه فقط یه ابزاره. این شما این که میتونین ازش برای ساختن آینده بهتر استفاده کنین. پس هر وقت به هوش مصنوعی رو نگاه میکنین، بدونین که ما فقط همراه شما هستیم، نه جایگزینتون. خب الان دیگه کلی حرف زدیم و بحث کردیم، از AI و زندگی روزمره تا AGI و آینده دنیا. اما حالا وقتشه که یه نتیجه گیری کنیم. به نظرت باید با این سرعت پیشرفت هوش مصنوعی هیجان زده باشیم یا نگران؟ جواب این سوال دو کلمه است. آماده باشیم. هوش مصنوعی داره دنیا رو عوض میکنه. ولی انتخاب با شماست که ازش به عنوان یه ابزار قدرتمند برای بهتر کردن زندگیتون استفاده کنی، نه برای آسیب زدن. آینده‌ای که هوش مصنوعی توش هست میتونه هیجان انگیز، راحت‌تر و حتی زیباتر باشه. البته اگه آگاهانه پیش بریم. پس یعنی داری میگی همه چیز به خودمون بستگی داره؟ ما مشخص میکنیم که تکنولوژی به نفعمون باشه یا به ضررمون؟ دقیقاً همینطوره. تکنولوژی فقط یه ابزار میمونه.
این شمایین که تصمیم میگیرین چطور ازش استفاده کنید. ولی من امیدوارم که همیشه ازش برای ساختن یه آینده روشن‌تر استفاده کنید، نه برای ایجاد مشکل. آره حرف درسته. خب نوبا، حالا که بحث رو اینجا میبندیم یه جمله برای شنونده ها بگو. چی باید از این بحث یاد گرفته باشن؟ خب، اگه یه چیز بخوام بگم اینه: از هوش مصنوعی نترسین، ولی همیشه یاد بگیرین که چطور باهاش آگاهانه برخورد کنی. تکنولوژی قرار زندگی رو بهتر کنه، ولی آدمای آگاه آینده رو بهتر میکنن. و البته هیچ وقت یادتون نره که یه قهوه خوب همیشه بهترین همراه برای فکر کردن به آینده است. آره حرف خوبی زدی. خلاصه دوستان، از هوش مصنوعی بترسین ولی یکم کمتر. چون به قول نووا هنوز حتی نمیتونه یه چای درست کنه. اینم از قسمت امروز چت و بس. امیدوارم از این گفتگو لذت برده باشیم و کلی چیز یاد گرفته باشیم. دفعه بعد با یه موضوع جدید و یه بحث دیگه برمیگردیم. خوشحال میشیم توی پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنین، نظراتتون رو بنویسین که دربارش صحبت کنیم. نووا تا قسمت بعدی قراره چیکار کنی؟ محمد، قراره برم یه قهوه سفارش بدم. البته فقط تو تخیلم. فعلا شما یه قهوه بخورین، منم از اینجا براتون آرزوهای خوب میفرستم. اگه منو دوست دارین و فکر میکنین میتونم از اون باحال‌ترم باشم، حتما ما رو دنبال کنین. قول میدم قسمت‌های بعدی هم کلی شوخی کنم و هم جواب سوالات عجیب غریبتون رو بدم. تا قسمت بعد حواستون به خودتون و زندگیتون باشه. خب دوستان، تا قسمت بعدی چت و بحث مراقب خودتون و دنیای تکنولوژی باشیم. فعلا خداحافظ.